تاجری که پرهیزگار باشد، تاجری که خدا ترس باشد، تاجری که از خدا بترسد تقلب نکند، تاجری که از خدا بترسد فریب ندهد، تاجری که از خدا بترسد قسم نخورد، تاجری که از خدا بترسد دروغ نگوید، تاجری که از خدا بترسد گران فروشی نکند. نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرمایند التاجر الصدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشهداء، رواه الترمذی. تاجر امانتدار، تاجر مسلمان، تاجر دین دوست، تاجر دلسوز، عزیزان من در روز قیامت با پیامبران خدا حشر می شوند که بزرگترین مقام پیغمبری و نبوت است. تاجر دیندار در روز قیامت عزیزان من با صادقان حشر می شوند، با راستگویان حشر می شوند. تاجر امین دیانتدار با تقوا با شهدای راه مقاومت و حریت و آزادی حشر می شوند که بزرگترین مقامی هست که الله سبحانه و تعالی برای آنان داده.